یک شاخ گل، برنامه شماره 111. آهنگ افشاری. در نظربازی ما بیخبران حیرانم، من چنینم که نمودم دگر ایشان دانم.
دل به خانه خمار کرده ایم. ما روی دل به خانه خمار کرده ایم، محراب جان ز ابروی دلدار کرده ایم. سرمست رفته ایم به بازار و جرعه وار، سرمست رفته ایم به بازار و جرعه وار، جانها نثار بر سر این کار کرده ایم. به زیر تیغ نداری مدعا جز تو، شهید عشق تو را نیست، شهید عشق تو را نیست، خون بها جز تو عزیز به جز وصال تو هیچ از خدا نخواستم، به جز وصال تو هیچ از خدا نخواستم، که حاجتی نتوان خواست، که حاجتی نتوان خواست
از خدا جز تو مریض عشق تو را حاجتی به ایسانی که کس نمی کند این درد را دوا جز تو یا کجا شکایت بی‌مهریت توانم برد که هیچ کس ننهاده است، که هیچ کس ننهاده است این بنا جز تو.
کجا شکایت بی مهریت توانم با که هیچ کس ننهاده این بنا جز تو. فروغی از رخ اون مه گرت فروغ دهد وای عزیز من جانم فروغی از رخ آن مه گرت فروغ ده به آفتاب نبخشد کسی زیاد جز تو عزیز منم راخت زها تکیه بر عمل خیش کردند، ما اعتماد بر کرم یار کرده ایم. صوفی مکن مجادله با ما که پیش از این ما نیز از این مبالغه بسیار کرده ایم. امروز با تو نیست سر و کار ما که ما عمر عزیز در سر این کار کرده ایم.
پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. شاخ گلی که نثار شد شماره 111 بود که با شرکت آقای گلپایگانی تنظیم یافته. اشعار از حافظ، فروغی بسطامی، سلمان ساوجی. آهنگ موزون از آقای روح الله خالقی. گوینده روشنک.